پس از چندین سال دوباره به طبیعت بازگشتند. تا کنون خانه این حیوانات وحشی این قفس بود، اما دیگر زندگیشان به این قفس کوچک سیمی محدود نیست. در کنار این سقلاد روبا، دو بالباز و یک سیخال نیز از قفس رها شدند. هدف از این اقدام نمادین نادین ساختن فرهنگ احترام به حیات وحش و جلوگیری از شکار و قاچاق حیوانات وحشی و پرنده ها خوانده می شود. ضرورت به دیگه نیه که ما به این پرنده های نادر در حال انقراض، حیوانات نادر این ولایت شکار بکنیم و یا در خانه ها نگهداری بکنیم یا او در بازار خرید و فروش بشه. و برای توقف از این خواستیم که امروز یک بنوی یک اعتراض باشه، همراه سازی خود از اینا یک اعتراض باشه برای از که اینا نباید نگهداری بشه یا خرید و فروش بشه یا حتی شکار بشه. این حیوانات وحشی در حال به محیط وحش بازگردانده شدند که هنوز هم شمار از این حیوانات اسیر بعضی از ثروتمندان و افراد بانفوذ این ولایت در داخل قفس‌ها به سر میبرند. مسئولان اداره محیط زیست هرات وضعیت حیات وحش در این ولایت را نگران کننده می‌خوانند و تاکید می‌ورزند که حیوانات وحشی و پرنده ها در این ولایت به صورت خودسرانه شکار و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. متاسفانه یکی از معضلاتی که ما داریم همیشه مینای هرات، سرمینای هرات اینا قاچاق میشه به کشور ایران توسط یک تعداد افرادی که واقعا نمیخواهند که بری از این خاک متعهد باشند، توسط از اینا خریداری میشه و به کشور ایران اینا قاچاق میشه. موثق ما اطلاع داریم که مینای هرات توسط یک تعداد افراد در داخل قریجات جمع‌آوری میشه. در وقتی که جوجه مینا به وجود میاد اینا جمع‌آوری میکنن در کشور ایران. از سوی دیگر شماری از کارشناسان محیط زیستی هشدار میدن که اگر جلو شکار و قاچاق بیرویه حیوانات وحشی در هرات گرفته نشود، حیات وحش در این ولایت کاملا نابود خواهد شد. به باور این کارشناسان با اینکه حکومت افغانستان شکار حیوانات وحشی در کشور را غیر قانونی اعلام کرده است، اما سلاح‌های شکاری در شهرهای مختلف به ویژه هرات به صورت آزادانه خرید و فروش می شود. کاملا نه تنها تخطی است بلکه همین سلاح‌هایی که به نام شکار حیوان است به شکار انسان هم از او استفاده میشه و این هم یک خطری برای جامعه است. چنانچه چندین بار دیده شده از تفنگ‌های شکاری تهدیدات برای انسان ها هم شده. مسئولان اداره محیط زیست هرات تا کنون بارها نگرانی‌های خود را از بابت شکار بیرویه حیوانات وحشی در این ولایت ابراز داشتند، اما این نخستین بار است که یک تاجر چند حیوان وحشی را به دامن طبیعت رها می‌کند.